شرافکن میروف عضو سابق حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در بین همصفانش با تخلص سیف الله معروف بود و در اول ماه دکامبر سال 2023 در شهر مسکو با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده بود. روز 19 ژانویه سال 2024 به محمد تقایف، یکی از فعالان مخالفین در اروپا، زنگ زده خبر داده است که در به فرودگاه مسکو قرار دارد و ساعت 20 به وقت مسکو او را به هواپیما سوار کرده به تاجیکستان استرداد میکنند. محمد تقایف در این باره در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک عکس صحبت ویدیوییش با سیف الله خبر داد. محمد تقایف شام 19 ژانویه در صحبت با پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که سیف الله در این صحبت کوتاه او را از استردادش به تاجیکستان خبردار کرد. محمد تقایف گفت تلفنش را که بعد چند روز بازداشت از او گرفته بودند در را به فرودگاه به وی برگرداندند. سیف الله اول با پیامک خبر داد که او را به فرودگاه برده ایستادند. باورم نآمد و ویدیوی زنگش زدم. معلوم بود که در ماشین همراه کارمندان پلیس روس بود، چون که صدای صحبت بین خودشان به گوش می رسید که با یک زبان روسی پر از دشنام بود که چنین لحن خاص کارمندان پلیس روس است. من با سیف الله خیلی کوتاه شاید حدود 1 دقیقه صحبت کردم و من عکسش رو هم گرفته توانستم. خیلی رو افتاده به نظر می رسید. گفت که او را به فرودگاه برده ایستادند و به هواپیمای روی تاجیکستان سوار می کنند. مقامات روسیه و تاجیکستان تا کنون خبر بازداشت و اینک استرداد شرافکن میروف را یگان شرح ندادند، ولی اگر خبر شب 19 و 20 ژانویه به تاجیکستان فرستادنش راست باشد، پس سیف الله صبح بر وقت الکه 20 ژانویه باید به دوشنبه برسد. بنا به اجرای فرودگاه دوشنبه صبح 20 ژانویه از مسکو و پایتخت تاجیکستان باید 4 هواپیما برسند. 2 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی از فرودگاه‌های ژوکوفسکی و دمادیدوو، 1 پرواز یوت ایر از فرودگاه ونوکوو و 1 پرواز سومون ایر از دمادیدوو. ولی معلوم نیست که سیف الله با کدام از این 4 پرواز استرداد بشود. معمولا استردادها با هواپیماهای سومون ایر صورت میگیرند، ولی موردهای هم بود که هواپیماهای شرکت‌های روسی نیز با این هدف استفاده می‌شدند. پایگاه خبری بامداد ماه گذشته خبر داده بود که شرافکن میروف بعد سالهای در حال فرار به سر برده‌اش روز 7 دکامبر سال 2023 مقامات حفظ حقوق روسیه در نزد منزلی که در مسکو اجاره می‌نشست دستگیر کردند. خود سیف الله روز 9 دکامبر قبل از آن که تلفنش را بگیرند با یکی از دوستانش در اروپا تماس گرفته از بازداشتش خبر داد و گفت او را با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت این مخالف حکومت را شرح ندادند، ولی معمولا نهادهای حفظ حقوق روسیه با دوشنبه در مورد جستجو و بازداشت و استرداد مخالفین سیاسی حکومت امام علی رحمان همکاری میکنند.